حضرت ما یک سوال داشتیم در بابت قربانی. مقصد که اگه ما در گرد اطرافای خودمان میبینیم مردم چه خیلی زندگی میکنن، یک خیلیش هم از زندگی خانه ریمونت و پلی دنیا هم خیلی میروند. بسیار آدم های هستند که قربانی را در دسترخوان خودشان از یک پول قربانی بسیارتر رسخاد میکنند، لیکن قربانی را اهمیت نمیدهند. اگر در کار شود پول دو سه برای یگان سو رسخاد میکنند، لیکن این آدم هایی که من گفته ایستادم اینها خوراک یک ساله هم دارن، همه جهت دارن، لیکن میگوین ما بای نیستیم. ما همین را چخیل فهمیم که مثال آدم باید میلیونر باشد، بعد در حسابی بای ها میدراید، بعد قربانی کند. فرضاً یک آدم آز گپی که این برادر ذکر کردن گپی درست است. مثلا در ایدگردک همین دستورخانه که آراسته کردید کو پول 2-3 گوسفند است. غیر از این آراسته کردگی این امروزه 60 سالی آلی با ابنویت کرده میسه آخی مهمون های آمده خسته روان با وی گرفته پر کرده میمونن. این خیلی پولی کلان است. اصلا پیامبر صلی الله علیه وسلم تکلف نمی کردن. تکلف چیست؟ تکلف چیزی که نیست و پول نباشد. مهمان می بیاد گفته قرض کرده خرید کرده نمی اومدن. هر چیزی که در خانه هست مهمان اگر بیاید همون می ماندن در پیش مهمان. یعنی که مثلا کسی که دارایی بسیار ندارد همون یک گوسفند کشتید مثلا به نزد مهمان ها خیلی شورباش هست دیگرش هست میماند. مثال شرط نه که اونجا غیر گوشت دیگر چیزای پر کنید. مثال یا همون قربانی هم اگر کم باشد و شرط نه که مثال چی کنید خیلی دسترخوان میکشید. مردم اکثریتش برای تبریکات عید و برای زیارت میبیاد، برای خوردن هم نمیبیاد انشالله. خلاصه برادرای عزیز قربانی مهم است. فرضاً یک آدم من یک قربانی حاضر 5000 سامان است، یعنی میانش 5000 سامان خیلی پولی کلام، یعنی این هر کی نمیتوند، لیکن همون دسترخانه شاید 10,000 باشد. یا فرضاً یک آدم 5000 سامان خیر کرد پولی نقد، لیکن گوسفند نکشید. اگر 50,000 سامان خیر کندم پول جای گوسفنده نمیگیرد. بگذارم یک بوزی مثلا 3,000 سامانه باشد یا بگذار 2,000 سامانه باشد، همون شرط و شروطی قربانی باشد، 1 سال بالا باشد، همون بوز خونش برآوردن ثوابش از پولی زیاد خیر کردن در آن روز بهتر است. یعنی پولی نقد مثلا 10 تا گوسفند پولش یک آدم خیر کرد به مردم، ثواب این کلان است. یا ثواب یک آدمی که یک بوز کشید و خودش خورد همیشه اهل و عائلش کرد، ثواب اون کلان است. کسی که قربانی کرد این روزی قربانی هست، روزی پول کدی خیر میکردگی نه. یعنی که اگر کند اضافتا خوب است، لیکن به جای گوسفند من به جای گوسفند به عید خرید کردیم نمیشد. در این چیزی که حاضر شما گفتید مثلا اهل علم میگوین گفته اون اهل علم پیش خودشون اجر و ثواب وعده کرده نمیتونن. در سنن ابن ماجه یکی از 6 کتاب‌های معتمد اهل سنت و الجماعت کتاب‌های حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را صحابه ها پرسیدند که این قربانی ها چی است یا رسول الله؟ گفتن که سنت ابیکم ابراهیم، این اصلش از میراث از پدرتان ابراهیم ماندگی است. چون که حضرت ابراهیم را الله تعالی در سن 86 سالگی پسر داد. تا همین وقت فرزنددار نبودن. این جنگ و جنجال زن اخیر راضی شده همون کنیزکش تحفه کرد. سارا زنی اولش بود، از وی فرزند نمیشد. هاجر را تحفه کرد، از هاجر حضرت اسماعیل به دنیا آمدن در سن 86 سالگی. این میدونید من آدمایی که دیر پسردار شدگی یا 7-8 دختر دارن ثانی پسردار شدن یا اینکه 10 سال پسردار نبودن اونا میدونن این حضرت ابراهیم 86 سال نه پسر دارن نه دختر. بعد اینکه پسردار شدن الله تعالی امر کرد که اینو بر از پیش این زند اونجا بر پیش مکه گرفتن، از فلسطین برده به مکه موندن.
به یک وادی خشک خالی که نه آب و نه قصهش دراز است. خلاصه وقتی که 12 ساله شد، اکنون یک جوانی خوشروی و فرمان بردار شده که شاید الله تعالی فرمان داد که اینو ذبح کن به خاطر الله. یعنی فرزندت دوست می‌داری یا که مرا دوست می‌داری؟ بعد حضرت ابراهیم علیه السلام به حضرت اسماعیل پیشنهاد کردن که انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب می‌بینم که تو رو قربانی کرده ایستادم. چی میگویی به این؟ از پسرش هم مصلحت پرسیدن. گفت که ستجدنی ان شاء الله صابرا افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هر کاری که پروردگارت تو رو فرمان میده همون اجرا کنی پدر جان، مرا به نزدیکی صبر کننده میابی. با حضرت ابراهیم همین حاضر مینا خود اصلا کلمه ریزانیدن خون گرفته شده است. خونها جاری میشدن در جویبارها در مینا. ولی من مثلا اگر 10 میلیون آدم حج کنه 10 میلیون گوسفند کشته میشد. میدونید چقدر خون جاری میشد؟ همونجا حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل قربانی کردنی بودند. کار تیز کردند، از پشتی سر آمدن حضرت اسماعیل دیدن که از پشتم بیا یا رو برون بیا، اگر مقصد رحمت شاید غلبه کند و فرمانی پروردگار تا اجرا نکنی. وقتی که سر بریدنی شدن که کارت نبرید. الله هیچگاه در تاریخ یگان کسی نگفته است که پسرت قربانی کن. این نیست، فقط اینه برای سنجش کرد. لقد صدقت الرؤیا، تو از امتحان گذشتی ای ابراهیم. یعنی ابراهیم علیه هیچگاه الله تعالی این خیلی فرمان نمیدید به خاطر منشور بچه تا به قتل رسان، لیکن این فرمان برای امتحان داد و کارد از وظیفه فیزیکی خودش اجرا نکرد. وقتش اومد چون که وی کی آفرید؟ الله آفرید اون آهنه. و انزلنا من السماء، ما از آسمان آهن نازل کردیم. در قرآن از سوره است به نام حدید، آهن. این آهن ها، این آب ها، این آتش ها همش الله اطاعت میکند. در کار شود از وظیفه خودش بیرون میبراید. خیلی که آب حضرت موسی را غرق نکرد، آتش حضرت ابراهیم را نسوزانید، کارد گلوی حضرت اسماعیل را نبرید. اینا سازنده دارن، آفریدگار دارن. اینا اگرچه جمادات هستن، پردمیت هستن. و الله تعالی گفت که ابراهیم تو از امتحان گذشتی. گفت بعد یک گوسفند داد به جایی از فدیه از اسماعیل. جانم فدای تو باد میگد، یعنی که به جای اینکه تو کشته شوی من کشته شوم. گفته گپ یک گوسفند الله تعالی فدیه داد از نام اسماعیل، همون گوسفند از جنت بود. و حضرت ابراهیم به جای حضرت اسماعیل علیه السلام همین گوسفند ذبح کردن. بنابراین پیامبر علیه السلام گفتند که سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدرهاتان ابراهیم است. یعنی به ما میراث ماند. برای شکرانه که الله تعالی رو هم اطاعتش کردن، هم به جای اینکه فرزند از دست دید یک گوسفند میکشید، همون گوسفند خودتون میخورید برده به بحر پرتان نگفته است که خودتون میخوره، خیش تا باران میخورد. بعد صحابه پرسیدن که برای ما چی اجر است یا رسول الله وقتی قربانی میکنیم؟ گفتن که بکل شعرتین حسنه، به هر یک مویش اجر است. شما میدونید در 1 سانتی متری موی گوسفند یا گاو چند دانه مو هست؟ در 1 سانتی مترش زیاده از 200-300 مو هست در 1 سانتی مترش. و میدونید 1 متر مثلا خیلی مو دارد و بسیار اجر عظیم دارد. بنابراین غیر از این همین قربانی برای اهل و عائلتان توصیه هست. یک روزی عید خرسندی گذرانیدن است. یکم از شما شریعت برای خانه فلانی یا برای فلان جا برده تی نگفته است. تیدم همون دختری خودتان به میتید، همسایه خودتان بکی و اوی هم به شما میتید. همون هم اگر داده نتانید معلی، مهمه این که می خونه برارید برادرها. یعنی پول دارید همون به جای دسترخوان کردن اینه کنید. اگر هر دوش به زورتان میرستگی باشد بگذار اسراف نباشد. لیکن قربانی مهم است.